خب خدمت همه دانش آموزان عزیزم سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر. در ادامه درس، چون تصمیم گرفتم اینجا دیگه کلیپ رو آماده بکنم براتون بفرستم، ادامه درس الان قسمت دوم هستیم. یه بحثی اینجا اومده، یه تو تفکر ابن سینا یه داستان یه سری داستان‌های عرفانی داره که این داستان عرفانیش تو 3 بخش اومده که اولیش حی ابن یقظانه و دومیش رسالت و طیره و سومیش سلامان ابسال. این داستانه بسیار جالبیه و توصیه میکنم بتونید اگه تونستید تهیه کنید، داستان خیلی جالبیه. در مورد خدا دقت بکنید چی نوشته اینجا. من فقط تحلیل بکنم چون تو کنکورم بحثش حتما هست. میگه نیکویی وی پرده نیکویی وی است. یعنی ببینید این تشبیهش به چی میشه کرد؟ فقط تشبیهش میشه به آفتاب. میگه وقتی کسی خیلی خیلی خوبه دیگه خوبیش پیدا نیست. دقیقا مثل نوره که وقتی همه چیز به واسطه اون نور آشکار میشه دیگه خود نوره دیگه پیدا نیست. شما تو روز اگر دقت بکنید میبینید هر چیزی رو که شما میبینید به خاطر تجلی نور خورشید پیداست. ولی حالا یکی بگه من فاصله‌ام رو با دیگری دارم نگاه میکنم، با نور دارم اون مثلا درخت رو میبینم، اون منظره قشنگ رو میبینم یا هر چیز دیگری رو، ولی خود نور و تشعشعات نور و فوتون‌های نوری رو من دیگه نمیبینم. به خاطر این است که انقدر نور آشکاره که خودش در پناه این آشکاری زیاد پنهان است. دقیقاً همین بحث هم همینجاست که نیکویی وی پرده نیکویی وی، یعنی چه چیزی نیکویی خداوند را پنهان می کند؟ خود نیکوییش. و چه چیزی او را پنهان می کند؟ آشکار بودن زیادی او. چون بسیار آشکار شد دقیقاً سخت پیدا شد و دقیقاً میگه اندر پرده شد. یعنی خداوند چون بسیار زیاد پیداست در پرده است. مثل این که به یه بچه الان بگید بچه ها نگاه کنید نور رو مشاهده میکنید تو این جهان ماده، مسلما او میگوید خیر، ما نور نمیبینیم، ما اشیاء رو میبینیم. چون انقدر نور آشکار هست که اصلا پیدا نیست. خدا رو هم به همین تشبیه کرده ابن سینا که روشنی وی پرده روشنی وی است. یعنی دقیقاً ابن سینا این عبارت رو میخواد اینجوری بگه که دقیقاً خداوند در پشت تجلیات خودش پنهان است. دقیقاً وقتی همه چیز به واسطه اوست، وجود از اوست، کل هستی اوست، دقیقاً دیگه افراد با نگاه جزئی نگری موجودات رو میبینن، ولی کل هستی و کل وجود که خود ذات خداونده دیگه پیدا نیست. انسان نمیتونه پیدا، حتی درکش نمیتونه بکنه. بریم سراغ حکیم اشراقی. حکیم اشراقی، من یک بار دانش آموزان عزیزم من اینو در مورد مسئول افلاطونی و خدمت شما عرض کنم تمثیل غار و این چیزها بحث کردم حکمت اشراق را، ولی با این همه حال یه نگاه کلی بهش میندازیم. حالا زندگی نامش که دیگه خیلی راحت شما میتونید بخونید، برجسته ترین چهره فرهنگ و حکمت اسلامی. خدمت شما عرض کنم نگاه کنید، او سیر و سلوک معنوی و عرفانی، یعنی همون شهود قلبی را دقیقاً در آمیخته با زندگی خودش و دقیقاً یک کتابی نوشته به نام حکمت اشراق. این حکمت اشراق از شیوه مشاییان یعنی استدلال عقلی فراتر می رود. دقت بکنید وقتی میگیم شیوه مشاییان زیرش هم یادداشت کنید، یعنی استدلال عقلی از استدلال عقلی مشاییان فراتر میره و اون مشاییون یعنی استدلال عقلی را با عرفان، با سلوک معنوی و عرفانی یا شهود باطنی، خب یعنی استدلال عقلی را با شهود باطنی، دقت بکنید، با شهود باطنی با هم قاطی میکنه، میشه حکمت اشراق. دقت بکنید اینجا خیلی مهمه
که حکمت اشراق هم شیوه مشاییان است، یعنی استدلال عقلی، هم شیوه عرفانی عرفاست، یعنی سلوک معنوی و شهود باطنی. یعنی هم با دل، سلوک معنوی همون دله، یعنی هم با دل هم با عقل. یعنی حکمت اشراق هم عقل مشاییان را دارد، هم دل عرفا را. ببینید عرفا از طریق دل، قلب، دقیقاً با خدا ارتباط با خدا نه، برای کشف حقیقت حرکت میکنند. خب حرکت میکنند و دقیقاً مشاییان از طریق عقل. حالا حکمت اشراق میخواد این دوتا رو در هم ادغام بکنه، یعنی میخواد آنچه از طریق استدلال عقلی درکش میکنه به ذائقه دل هم بچشد. نگاه کنید اینجا چی نوشته؟ فیلسوف اشراقی میکوشد که آنچه در مقام بحث و استدلال به دست آورده با شهود قلبی و ذائقه دل دریابد و بالعکسش آنچه از طریق شهود باطنی کسب میکنه با استدلال به دیگران بده. حالا یه نکته ریز اینجا دانش آموزان عزیز من پیدا میشه که آنچه از طریق شهود قلبی انسان کسب میکنه با سیر و سلوک عقلی، خب این و شهود قلبی و تجربه درونی، این قابل انتقال به دیگری نیست. خب اون همون رو میخواد با استدلال و برهان به دیگری تعمیم بده، یعنی سعی میکنه براش استدلال بیاره. این حواسمون باشه. من دو تا خط بالاترم برگردم، دقیقاً اون احیاگر نور و فلسفه اشراق ایران باستان، حکمت اشراق رو حالا حکمت اشراق بحث چیه؟ بحث از وجوده. این تو تستا زیاد اومده که هم نیروی عقل، یعنی به عقل و استدلال اکتفا نمیکنه، هم سیر و سلوک قلبی یعنی عرفان. یعنی هم عقل فلسفه مشا، سیر و سلوک قلبی میشه عرفان. یعنی هر دوتا رو با هم خدمت شما عرض کنم ادغام کرده. و سهروردی معتقده که اصلا تحقیق فلسفی به شیوه مشایی و استدلالی محض بدون دقیقا رسیدن به قلب، یعنی ذائقه قلبی و دل هم بچشه، این بی نتیجه است. و سیر و سلوک قلبی رو هم، یعنی عرفان خالی رو بدون تربیت عقلانی گمراه کننده. دقت بکنید، استدلال بدون عرفان بی نتیجه، اما عرفان بدون عقلانیت گمراه کننده. این دوتا رو خیلی حواستون باشه، کدومش بی نتیجه است، کدومش گمراه کننده است. این تو تستا خیلی میتونه ریز بشه. و آره، و قطب الدین رازی میگه حکمت اشراق اساس بنیانش که اشراق هست. اشراق خودش به چه معناست؟ اشراق عبارت است از کشف و شهود. حتی اشراق خودش معناش یعنی تابیدن نور، خودش یعنی تابش نور. چرا فلسفه اشراق رو اشراق نام نهادن؟ چون پیرو فلسفه افلاطونی است که افلاطون میگه اگر اون نور الهی نتابد به نظام خلقت، ما چیزی رو نمیتونیم کشف کنیم، چیزی رو نمیتونیم پیدا بکنیم. و حکمت آنها هم یعنی ایرانیان باستان هم میگه شهودی کشفی است. این که دقیقا معلوم، یعنی از طریق ذائقه دل میرسیدن ایرانیان قدیم به حقیقت. این روش اشراقی است که از ظهور انوار عقلی، نگاه کنید اون نظر قطب الدین رازی، انوار عقلی و تابش آنها بر نفس پدید میاد.